حجونیگاری که رئیس جمهور شد روز یکشنبه صلاحیت‌های وسیع‌تر به دست آورد چون حزبش در انتخابات پیش صف است. این نه تنها باوری بزرگ به ماست بلکه یک مسئولیت بزرگ برای خود من و گروه من است. ما نمیگذاریم سری اوکراینی ها خم شود. شما اولویت های کار ما را میدانید که برای همه اوکراینی ها یک است. این هدف ها خاتمه دادن به جنگ، رهایی اسیران ما و پیروزی بر فساد است که هنوز در اوکراین وجود دارد. яка досі залишається в Україні. ولادیمیر زلنسکی که ماه اپریل رئیس جمهور انتخاب شد هیچ تجربه سیاستمداری نداشت. او که در بین اطرافیان رئیس جمهوری سابق پترو پروشنکو درمانده بود انتخابات پیش از مهلت اعلان کرد. ظاهراً بازی سیاسیش نتیجه داد. نظرسنجیان نشان دادند حزب زلنسکی با نام خدمتگار خلق در انتخابات پیش صف است اما اکثریت کرسی های پارلمان را صاحب نشده است. حزب جبهه مخالفین در مقام دوم است و بعد از آن حزب پروشنکو و یولیا تیماشنکو نخست وزیری سابق می آیند. برای تشکیل حکومت حزب زلنسکی باید با حزب نوتأسیس گالوس ائتلاف بسازد. رئیس این حزب آوازخوان راک سویاتوسلاو واخارچوک است. زلنسکی این حزب را به مذاکره خواند. رئیس جمهوری 41 ساله در انتخابات وعده داده بود که فسادکاری را از بین میبرد و زندگی مردم را در این کشور فقیر اروپا بهتر میکند.